خدا رو به چشم یک حاکم نگاه میکنیم. حاکم اینجوریه دیگه. الان چرا آدم از دولت میترسه؟ خب دولت اومده یک مقرراتی رو وضع کرده، بعدم گفته اگر خلاف کنی مجازاتت میکنم، آدم میترسه، از روی ترس قوانین رو انجام میده. برای ما خدا حاکمه، یعنی یک حاکمی، یک سلطانی نشسته اونجا، میگه نماز بخونه، اگر نخونی میرن جهنم، روزه بگیره، اگر روز نگیری میرن جهنم. انسان ها ببینید در همه دنیا اینجوریه، انسان ها از دولت ها خوششون نمیاد، چون امر میکنن، نهی میکنن. من دوست ندارم، من دلم خود ماشینم هر جور شد پارکش کنم، اون میگه نکنی ها جریمت میکنم. من دلم خود توی جاده با هر سرعتی که شد رانندگی کنم، اون میگه نکنی ها جریمت میکنم. این که نوعا انسان ها با قانون، از قانون خوششون نمیاد، از اونی که قانون را وضع میکنه خوشش نمیاد. طبیعت انسان اینجوریه، چون قانون برخلاف میل انسان میخواد چیز رو به انسان تحمیل کنه. و ما هم که وقتی که به خدا به چشم حاکم نگاه میکنیم اینجوریه دیگه، خوشمون نمیاد. یه سری قانون کی دلش خدا در روزهای گرم و بلند روزه بگیره؟ و گفته روزه بگیر، و نگیرم میگیرم خوشم نمیاد، نگیرم میرم جهنم. آخرش عقل میگه که بابا حالا این 4 روز رو بگیر، حالا بعد اون میره راحت میشه. این عقل مجبور میگه عبادت ما عبادت عاقلانه است، عقل ما رو مجبور میکنه ها. تا زمانی که انسان خدا براش عوض نشه، یعنی خدا از حالت حاکم بودن به حالت معشوق بودن در نیاد، انسان دینش دین واقعی نمیشه، از نفاق ده. خدا بشه معشوق. شما در همین عشقهای مجازی نگاه کنید، همین عشقهایی که معمولا در بین مردم هست، دختر پسر و اینا، میبینه اصلا معشوق همین که گفت این کار رو بکن، اون عاشق پا میشه میره چه طور به چه